با مقصد تقویت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی جهت پیشگیری بیماری سیرویتی نوی کرونا به خصوص صورت بخشی امگذارانی در محله‌های شهر خوجند در مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر ملاقات رهبری این مرکز با رئیسان محله‌های شهر و امام خطیبان مساجد جامع برگزار گردید. عظمت خوجا واحدوف سردار مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند هدف ملاقات را شرح داده از جمله افزود که پنجشنبه بیماری سیرویتی کرونا نمودی نو کووید 19 مسئله داغ است که امروز تمام جامعه جهانی را به تشویش آورده است. متاسفانه مرحله و تمغه‌های گوناگون این بیماری اخیراً به جمهوری تاجیکستان نیز راه یافته به سلامتی هموطنانمان تهدید می‌نماید. حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی برای پنجشنبه سیرویتی کرونا در مملکت تدبیرهای مشخص اندیشیده این مسئله مهم را پیوسته تحت نظارت قطعی قرار داده است. عظمت خوجا واحدوف قید کرد که عین حال حکومت جمهوری تاجیکستان با نظرداشت موجود بودن خوف سرایت‌یابی به نوع‌های دیگر بیماری کووید 19 و پیشگیری موج‌های نوی شدتناکی این بیماری نوع‌های گوناگون واکسن را دریافت و وارد نموده در سراسر کشور نقطه‌های امگذارانی تشکیل نموده است. هدف از امگذارانی شهروندان نوبسته به پیر یا جوان بودن آنها از مسئولیت‌دار کردن بدن آنها علیه بیماری‌های معین سیرویتی میباشد. در حقیقت مسئولیت‌دار کردن یکی از عامل‌های میباشد که بدن را قوی نموده آن را برای مبارزه با مقابل بیماری قادر میسازد. رئیسان محله‌های شهر و امام خطیبان جامع هوشیاری، جسوری، رعایت قاعده‌های بهداشتی، کمک به نفران بیمار و بردن کارهای درستی فرماندهی را برآورده افضلیت داشتن امگذارانی را به مردم فهمانند. زیرا ما امروز پیشروی امتحان جدی قرار داریم که تنها همبستگی، همدیگر فهمی، راه ندادن به وهم، ترس و هراس و رعایت قطعی توصیه‌های طبیبان امکان می‌دهد که در مبارزه با این ویروس دست بالا گردیم. علاج واقعی پیش از وقوع یعنی که یگانه راه خلاصی از این بیماری این امکانی می باشد. باید که هر یک نفری که از 18 سینشان 18 بالا رسیده است باید که امگیرند، یعنی که به گپ‌های یا در رسانه‌ها هر گونه سخن‌ها نوشته میشند که این بر ضرر آدم می باشد. نه، این گپ‌ها همش گپ‌های دروغ می باشد. چنین ملاقات در 22 محله‌های شهر با اشتراک سیرایت‌شناسان صورت گرفته هدف و افضلیت برگزاری امکانی شرح داده شد. تاکید شد که بعضی انسان‌ها واکنش غیر فعال را با دعوت‌های بی‌اساس نموده از امگذارانی دست کشیده ایستادند که آن بر ضرر سلامتی خود آنهاست و اطرافیانشان است. امکانی راهی با اعتماد محافظت خود و نزدیکان از جریان سیرویت‌یابی شدید کووید 19 میباشد. با نظرداشت دینامیکی پنجشنبه کرونا دیر یا زود همه اینفکسیون را فرا خواهند گرفت. از این رو بهتر است که بدن خود را به آن پیشکی آماده نموده خود را با محافظت ایمنی تأمین نماییم. یگان نفر از سوزانداری واکسن بیمار نمی شود و در آن ذره های ویروسی موجود نیست که افزایش یابد. ما نباید فراموش کنیم که حتی آدمان سالم که به کووید 19 گرفتار نیستند شاید بنابر به احتیاطی از یگان بیمار سیرایت می‌یابند و راه یگانه خلاصی این امکانی میباشد. در جریان ملاقات‌ها مبادله افکار صورت گرفت. سرم کسل شد، من و طبابتی همون با یاردم کردم خانه گشتم و هیچ خیلی من و شدگیش نی همون خیریت که گشتگی بودیم اگر نگشتگی باشم و کسل شد بعدی و ممکن من بیام شدنش ممکن بود برای من با گشتن در خوب امروز خرسند که دولت ما معتدل شد گفتار کسانی قند گرفتن میگن که قندامو فروندگی ما ناز گشتیم الهو ابدی تا آخر حیاتشون هم بخیر ناز گردن خوش خرسند باشد خانهشان آباد باشد و همه دخترها و خدا عمری دراز سیاد